من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سوره مبارکه نور هست. ابتداءً ربط این سوره و مناسبت این سوره با سوره گذشته یعنی با سوره مؤمنون. ما در سوره مؤمنون خواندیم، قبل از نماز هم خواندیم که با دلائل متعددی که دلائل عقلی بودند اثبات شد که هیچ حامی، هیچ مشکل گشایی و هیچ ذاتی که حاجات شما را برآورده سازد بغیر از الله عزوجل وجود ندارد. بنابراین در حاجات و مشکلات فقط خدای تعالی را بخوانید و نذورات خودتون را، نظر و نیاز خودتون را به نام خدا بدهید، به نام غیر خدا ندهید. حال در این سوره، در سوره مبارکه نور، در رابطه با مسئله توحید و اهمیت مسئله توحید و اینکه مسئله توحید چقدر برای کفار ناگوار است و چقدر اونها عصبانی هستند که حتی بر علیه داعی توحید، دعوتگر توحید آن حضرت صلی الله علیه و سلم، بر علیه او به هر نحو ممکنی توطئه می کنند تا جایی که به اهل بیت او و به حریم او تعدی می کنند، تهمت می زنند، سعی می کنند داعی توحید را بدنام کنند. دیروزم عرض کردم تهمتی که به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود، مشکل شخصی با عایشه نداشتند، مشکل با رسول الله بود و مشکل با خود رسول الله هم نبود، مشکل با نهضت رسول الله، با عقیده و ایمانی که رسول الله داشت و به او مردم را دعوت می کرد. لذا در سوره نور
این مطلب بیان شده که حتی بر علیه داعی توحید توطئه‌های از قبیل تهمت زدن به حریم پاک او هم اونها دریغ نمی کنند. خلاصه این سوره این هست که گرچه موضوع اصلی این سوره دفاع از حریم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هست، اما قبل از اون 4 تا احکام الله تعالی بیان می فرماید و بعد از اون می پردازد به واقعه افک و تهمتی که بر عایشه درست کردند و بعد از جریان افک هم 6 تا دیگر از قوانین و دستورالعملهای زندگی که اگر ما مسلمانان به اونها پایبند باشیم و رعایت بکنیم کمتر مشکلی در زندگی پیش میاد، با آن مواجه میشیم. ابتدا الله تعالی مقدمه برای این سوره و فضیلت این سوره بیان می‌فرماید: سورة انزلناها، ای هذه سورة، این سوره ای هست که ما داریم نازلش میکنیم، و فرضناها، و ما احکامی در این سوره برای شما لازم کردیم. فرضناها تفسیر کبیر گفته اشارة الى الاحکام التي بینها اولا، اشاره به اون احکامی هست، احکام 4 که از الزانیت شروع میشه، اشاره به احکام 4گانه ای که الله عزوجل اون احکام را بیان کرده. و انزلنا فیها آیات بینات، و نازل کردیم در این سوره آیات روشن، آیات واضحی که لعلکم تذکرون، شما پند بگیرید، شاید اندرز بگیرید. منظور از آیات بینات دلائل توحید هستند که در این سوره بیان میشه. هم در این سوره دلائل توحیدیه هستند، هم در این سوره احکامی که مسلمانان به اون احکام پایبند باشند. لذا از احکام 4 اولین حکم: الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. اون دختری و زنی که مرتکب عمل بی افتی و بی حیا میشه، العیاذ بالله زنا میشه، و زانی و اون مردی که مرتکب این عمل میشه، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، شلاق بزنید هر یکی را 100 ضرب شلاق. ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله، و در این باب هیچ نوع رأفتی و هیچ نوع نرمی نشان ندهید. رأفت شما را متأثر نکند، شما را نگیرد درباره دین خدا. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این مقتضی عمل است. اگر به خدا و روز آخر ایمان دارید، شما حد خدا را اجرا کنید، رأفت نشان ندهید. در این حکم اول چند چیز بیان شده: اول 100 ضرب شلاق، دوم رأفت نشان ندادن، سوم ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، به وقت اجراء حد و به وقت تنبیه کردن اونها باید حاضر بشه یک گروهی از مؤمنان. ببینید اینجا 3 چیز بیان شد. اولا الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. وقتی که زن یا مرد مرتکب این عمل بشه، البته اینو خدمت شما عرض کنم که این در رابطه با اون زن و مردی هست که متأهل نیستند و تأهلی از سر اونها نگذشته. یعنی زن شوهر ندارد، مرد زن ندارد و همچنین نداشته، یعنی زن بیوه نیست، مرد هم کسی نیست که زنش را طلاق داده یا زنش مرده، بلکه هر دو مجردند.
هر دو وقتی که مجرد باشند، هنوز ازدواج نکردند، حکمشون اینه که هر یکی را 100 ضربه شلاق بزنید. متاسفانه در این باب افراط و تفریط است. بعضی ها افراط می کنند. سوالی چند روز پیش، 1-2 روز پیش آمده بود، تصمیم گرفتم اینجا جواب بدم. نوشتن بعضی عرف ها هست که زن و مرد را می کشند، یا بعضی عرف ها هست فقط زن را می کشند. ما بندگان خدا هستیم و باید به احکام و دستوراتی که خدای عزوجل داده پایبند باشیم. این انسانی که مجرد باشد و خدای نکرده مرتکب این عمل شد، کارش و جزایش تنبیهش کشتن نیست. اگر کسی بکشد ظلم کرده، باید جواب خدا را بده، چون خدای عزوجل حکیم است و فعل حکیم از حکمت خالی نیست. دستوری که خدا میده اون دستور درسته، ما بالاتر نیستیم. در مورد شبیه این مورد کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، خب غیرت انسان را اجازه نمیده که انسان بره دنبال شاهد و دنبال موارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من غیرتم از شما بیشتره و خدای عزوجل غیرتش از غیرت من بیشتره. خدایی که غیور هست، خدایی که این غیرت اندکی که در وجود من شما هست این خدا به ما داده. اون خدایی که اغیر هست، غیرت بیشتری داره. اون خدا هر دستوری میده باید مسلمانان به دستور او عمل بکنند. لذا هر کسی که اقدام به کشتن بکند این جواب خدا را خودش بده. دوم، بعضی ها تفریط می کنند. در بعضی محاکم، دادگاه ها، قوانین که حتی به ضرب شلاق هم نمی رسند، تشویق هم می کنند، عقدشون را می بندند. این هم درست نیست. این موجب اشاعه فساد بیشتر میشه، موجب جرأت بیشتری میشه برای جوانان خام. لذا باید حد خدا و حکمی که خدا بیان کرده 100 ضرب شلاق. دومی چیز که الله فرمود ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله، در دین خدا یا احکام دین خدا هیچ نوع رأفت و نرمشی نباید به سراغ شما بیاید. یعنی مبادا این شلاق زدن هم در واقع ظاهری باشد، حقیقی نباشد. چنان آهسته بزنید که اصلا متأثر و متعلم نشد. یا اینکه کسی بیاد برای اینها سفارش بکنه. مفسرین نوشتن این هم در رأفت داخله. کسی دلش بسوزه که برای اینها سفارش بکنه اینها را نزنید، اینها را آهسته بزنید، اذیتشون نکنید. این رأفت را یک مسلمان ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به خدا ایمان دارید، این رأفت نباید باشه. اینقدر نرمش باید این اندازه غیرت باشه که حد خدا جاری بشه تا جامعه پاک بشه، این نوع فسادها نباشد. سوم، اینها باید وقتی که این کار را کردن در جامعه آبروشون هم بره و برای دیگران هم عبرتی باشد. به این خاطر این عذاب و این تنبیه و این شکنجه در ملأ عام باشد. ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، یک جمعی از مؤمنان، گروهی از مؤمنان اونجا باید حاضر بشند. وقتی که همه این مسائل رعایت بشه سد باب میشه، جلوگیری میشه. اما وقتی که اینها را رعایت نکنیم خب فساد ادامه پیدا میکنه. این در ارتباط با اون 2 نفری هست که اونها هنوز ازدواج نکردند.
اما اگر کسانی بودند که مرتکب این عمل شدند که ازدواج کردند، متأهل هستند، به اصطلاح قرآن محصن هستند، بس حکم اونها رجم هست، سنگسار است. خب رجم بعضی میگن تو قرآن نیست. خیلی ها از مجددین امروز در بعضی شبکه ها و کانال ها هم میبینیم گاهی تبلیغات میکنند، میگه موضوع رجم تو قرآن نیامده، سنگسار نیامده. این را خودشون درست کردند، ملاها درست کردند یا بعدی ها درست کردند. من خدمت شما عرض کنم، اولا موضوع رجم از احادیث متواتر، احادیث متواتر یعنی راویان به قدری هستند که هیچ نوع شکی در اون احادیث نیست و حکم اون احادیث حکم آیه از قرآن است، چون یک نفر و دو نفر روایت نمی کند. لذا ثبوت رجم هیچ نیازی به بررسی ندارد، ظاهره. چنانچه علامه آلوسی نوشته ثبوت الرجم منه علیه السلام متواتر المعنا، از نظر معنا متواتر است که معروف است، نیاز به بررسی و تحقیق ندارد. که شجاعت علی کرم الله وجهه، وجود حاتم مثلا شجاعت علی چطور معروف است؟ دیگه کسی نیاز نیست برای کسی دلیل بیاریم که علی چطور شجاع است، هر کس میداند. یا حاتم طائی که در عرب ها معروف است، یک انسان بسیار جواد و سخی بوده و حاتم طائی نیاز به دلیل نیست، این برای همگان روشن است که انسان سخی هست. لذا ایشون میفرماید که ثبوت رجم از احادیث چنان روشن است، همه میدونند رجم را و موضوع رجم را. این یک. و دوم رجم از اشارات قرآن، در قرآن بهش اشاره شده. حادثه اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک زن یهودی زنا کرد. این زن یهودی از اشراف بود، دختر یکی از بزرگان و از سرداران یهود بود. علماء یهود نخواستند که اینا سنگسار بکنن به خاطر پدرش، به خاطر پولش، به خاطر جایگاهش. اونها می دیدن که اسلام در هر دستوری مقداری نسبت به یهودیت نرمتر است، در بسیاری از احکام، بسیاری از دستورات. اونا چیکار کردند؟ گفتند اینا ببرید پیش محمد صلی الله علیه و سلم، هر حکمی که او صادر کرد بپذیرید. وقتی که پیش رسول الله آوردن، اون فکر میکرد که خب در دین یهودیت سنگسارت حتما در دین اسلام سنگسار نیست، در دین اسلام شلاق است. وقتی که خدمت آن حضرت آوردن، ایشون پرسیدند که در دین شما، در شریعت شما حکمش چیه؟ ملاهای یهود گفتند که در شریعت ما حکمش ضرب شلاق هست و چهرهش را سیاه کردن و در شهر گرداندن هست، مشهور کردن است. چهرهش را سیاه بکنیم و شلاق بزنیم. آن حضرت میدانست که در تورات خدای عزوجل گفته بود، در تورات حکم چیه؟ حکم رجم هست. در بعضی روایت ها داریم که آن حضرت فرمود تورات را بیارید. یک ملایی بود از ملاهای یهود به نام ابن سوریا، اون تورات را آورد و اون جایی که، چون آن حضرت خواندن بلد نبود، اون جایی که حکم رجم بود دست گذاشت. عبدالله ابن سلام که عالم یهودی بود و حافظ تورات بود، دستش را برداشت، گفت اینجا چیه؟ حکم رجم نوشته بود. در بعضی روایت ها دیگه داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم او را سوگند داد، ابن سوریه را، که تو قسم بخور که تو تورات حکم رجم نیست. ترسید، قسم نخورد.
اعتراف کرد بله حکم رجم است. لذا رسول الله گفت ببرید سنگسارش بکنید. پس در تورات هم همین حکم بود. همین جریان را قرآن مجید اشاره کرده و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله. چگونه شما را داور میکنن در حالی که تورات پیش خودشون هست، حکم خدا اونجا هم هست. فیها حکم الله. حکم الله چیه؟ رجم. پس در تورات رجمه و در قرآن هم همونه دیگه. وقتی که در شریعت های گذشته حکمی باشد و قرآن اون را تغییر نداد، اون حکم به جای خودش باقی میماند. بنابراین از اشاره تورات معلوم میشه که از اشاره قرآن و در تورات صریح بود که رجم برای متأهلین است، کسانی که ازدواج کرده باشند. بنابراین این هر دو حکم در قرآن است، یکی با صراحت یکی با اشاره. اما حکم رجم علاوه از این که با اشاره در قرآن است، از احادیث متواتر هم ثابت است. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. به وقت تنبیه این دو نفر زانی و زانیه باید یک گروهی از مؤمنان حاضر باشند. این حکم اول بود. حکم دوم، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک. الله می فرماید زانی، مرد زنا کننده، نکاح نکند مگر زن زنا کننده را، یا مشرکه را، زن مشرکه را. و برعکس و زانیتو، زن بی حیا و بی عفت زنا کننده العیاذ بالله، لا ینکحها، او را نکاح نکند الا زان او مشرک، مگر مردی که اون مرد خودش مثل او باشد، زانی باشد یا مرد مشرکی باشد. حال معنای این آیه چیه؟ تفسیر درست این آیه چیه؟ ببینید از ظاهر اینطور معلوم میشه که کسی که مرتکب زنا شد به اون دختر پاک دامن ندید، به اون مؤمنه ندهید. اون اگر خواست زنی بگیره مثل خودش بره بگیره، یعنی مثل خودش فاسدی بگیره، یا اینکه بره زن مشرکه را عقد بکند. همچنین دختری که مرتکب این اشتباه شد برای او شوهر پاک انتخاب نکنید، یه شوهری که مثل خودش فاسد باشه یا یه شوهری که مشرک باشه. خب اگر اینطور باشه بعضی میگن این منسوخ شده. قرآن آیه دیگه داریم و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. انشاءالله امروز به اون آیه میرسیم. ایم میگویند هر کسی که، هر زنی که شوهر ندارد یا هر مردی که زن ندارد، اینها را نکاح بدید. مطلقاً خدا گفته هر کسی را میخواند عقد کنند. اما بعضی دیگه میگویند که نیازی به این نیست که ما اون آیه را ناسخ این آیه قرار بدیم، بلکه اینجا معنای آیه چیزی دیگه هست. دو تفسیر ذکر کردند. یک، لا ینکحو به معنیش این نیست که نکاح نکند، بلکه لایق نکاح او نیست. الزانی لا ینکحو الا زانیتا، مرد زانی لایق نکاح او نیست مگر زن زانیه او مشرکه یا زن مشرکه. منظور اینه که برای این انسان بد چیزی مثل خودش سزاوار است، یک فاسدی مثل خودش لایق نیست که به این یک پاک دامنی بدهیم. به این معنی است، نه اینکه اجازه ندارد و عقد نکند. الله تعالی در واقع در این آیه ارزش این انسان را بیان کرده که این انسان بی ارزشی است. این ارزشش در حد خودش است،
یعنی یک انسان فاسدی مثل خودش، یا مشرکی که مشرک هم دین نداره فاسده. مثل این هست که مثلا در زبان عربی میگن السلطان لا یکذب، پادشاه دروغ نمیگوید. دروغ نمیگوید، مگر نمیگوید پادشاهان دروغ؟ بیشتر میگویند. ولی این که السلطان لا یکذب معناش این نیست که پادشاهان دروغ نمیگن، بلکه معنای این حدیث این است که سزاوار نیست. این جمله معنای این جمله این است که برای پادشاه سزاوار نیست دروغ بگه، لایق نیست، مناسب نیست کسی دروغ بگه که بترسه، و برای اونم جایز نیست. پادشاه چه ترسی داره؟ چرا او دروغ بگه؟ پس السلطان لا یکذب معنیش اینه که پادشاه لایقش نیست که دروغ بگه. بعضی دیگری تفسیر دیگه هم هست که اون را خدمت شما عرض کنم. لا ینکحو به معنی نکاح نیست. طلاب میدونن که در لغت عربی نکاح به معنی واتی و همخوابی هم میاد. پس لا ینکحو معنیش اینه که زانی با او همخوابی نمی کند، با او زنا نمی کند الا زانیه، مگر کسی که مثل خودش باشد، او مشرکه یا یه زنی مشرکه. و زانیتو، و همچنین زنی که فاسد باشد، با او بلا تشبیه زنا نمی کند مگر مثل خودش، او مشرک یا مشرکی. و حرم ذلك علی المؤمنین، این حرام قرار گرفته بر مؤمنان. چه؟ زنا برای مؤمنان حرامه. اینها انسانهای فاسدی که مثل خودشون پیدا بکنند اینا مؤمن نیستند، این کار را میکنند. اونی که مؤمن است برای او حرام است زنا. پس هر کسی که بوی از ایمان دارد، هر کسی که شایبه از ایمان دارد به طرف زنا نمیره، به طرف زنا و دواعی زنا. ما درباره دواعی زنا در همین سوره میخوانیم. یکی از دواعی زنا یعنی انگیزه های زنا، از اسباب فراهم شدن زنا بی‌حجابی هست، ارتباط مردان و زنان هست، بدون پرده مرد و زن بدون تکلف با همدیگر در کنار همدیگر قرار گرفتن است. لذا مؤمن از اینها باید بدور باشد. و حرم ذلك علی المؤمنین، این بر مؤمنان حرام است. خب این دو حکم بود. حکم سوم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. حکم سوم درباره تهمت زدن است. اونهایی که تهمت میزنند زنان پاک دامن را یا مردان پاک دامن را فرق نمی کند، بعداً به یک زنی را متهم می کند به فساد، یک مردی را، خب باید 4 گواه بیارد، 4 گواه باید حاضر کند. وقتی که گواه نمی آورد و معلوم می که از طرف خودش گفته، پس این مرد را به خاطر این تهمت 80 ضرب شلاق باید زد. حد قذف میگویند. حکم سوم در این آیه همین هست. کسانی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را تهمت زدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم این حکم را بر اونها اجرا کرد، شلاقشون زد. چه اون منافقینی که قصدشون بدنامی بود، چه اون مسلمانان ساده لوحی که فریب خوردند، هر دو گروه را زدند. لذا الله می فرماید والذین یرمون المحصنات، آنانی که تهمت می زنند محصنات را، زنان پاک دامن را، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، سپس نمی آورند 4 گواه،
فجلدوهم 80 جلده، آنها را ضرب شلاق بزنید، 80 ضرب شلاق. بعد از اینکه شلاق زدید، یکی در دنیا ضرب شلاق هست و کیفر دوم دنیاویشان ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادت آنان را هرگز قبول نکنید. ولا تقبلوا لهم، برای همیشه مردود الشهادت میشه. از نظر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، ولو اینکه توبه بکند، در آیه بعد بحث توبه هم هست، ولو اینکه بعد توبه بکند، این انسان لکه‌دار شد، این دیگه در دنیا تا روزی که زنده است شهادتش در محکمه قضایی پذیرفته نمیشه. این در دنیا بود. اما در آخرت و اولئک هم الفاسقون، این افراد جز فاسقون هستند، اینها فاسقون هستند، یعنی در لیست فاسقون ثبت میشن، در قیامت به عنوان یک فاسقه. الا الذین تابوا، این استثناء امام ابو حنیفه میفرماید از فاسقون است، مگر اینکه توبه بکند، اون وقت جز فاسقون نیست، خدا او را میبخشه. اما نه اینکه توبه بکند و شهادتش قبول میشه. این استثناء امام ابو حنیفه میفرماید مربوط به اولئک هم الفاسقون. اما امام شافعی رحمه الله میفرماید نه، استثناء به هر دو مربوطه، یعنی وقتی که توبه کرد هم فاسق نیست هم شهادتش قبول میشه، هم فاسق نیست هم شهادتش قبول میشه. لذا الله می فرماید الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر کسانی که توبه کنن بعد از این، و اصلحوا و اصلاح بشند، یعنی در آینده نکنه. یکی از شرایط توبه اصلاح در آینده است. توبه از هر گناه، این توبه از تهمت است، باز فردا دهنش لغ نشه به کسی دیگه تهمت بزنه. اصلاح اینه، از هر گناهی که توبه میکنیم شرط پذیرشش اینه که از اون گناه باز بیایم، در آینده مرتکب نشیم. فإن الله غفور رحیم، اون وقت در حق این انسان الله عزوجل غفور هست، بخشاینده هست و مهربان هست. خب کسانی که در جامعه معمولا همدیگر را تهمت میزنند، حتی بعضی ها فحش میدند، بلا نسبت در مسجد هستیم، کلمه حرامی و حرامزاده و امثال اینها که برای همدیگه استفاده میکنند جز این تهمت ها به حساب میاند. حتی در کتاب های فقهی نوشته اینها هم باید ضرب شلاق بخورند. متاسفانه در جامعه، در بعضی عرف ها، در میان بعضی از صنف ها، این صنف ها عموم مردم شریف نیستند، مردم کاسب و تاجر و بازاری و حلال خوار نیستند، اما یک گروه هایی هستند که در جاهای نامناسب همیشه هستند، مثل جاهای دود و اعتیاد و عرض کنم که چایخانه و امثال اینها از نظر کنترل زبان خیلی مشکل دارند. هر چه به هم دیگر بار میکنند، هر فحشی، هر تهمتی. ببین یک کلمه گفتن 80 ضرب شلاق دارد. آسان نیست یه مسلمانی را هر چی بگیم. بعضی وقتا شنیده میشه جوانها به پدر و مادر هم دیگه هم هر چی میگن هیچ پروایی هم ندارن. معلوم میشه که حیا و غیرت مرده، اصلا فوت کرده در وجود اینها. لذا این غیرت اسلامی هست، حمیت دینی هست. الله عزوجل برای بندگانش تحمل نمی کند. کسی یک بنده ای را یک کلمه بگه، از این کلمات باید 80 ضرب شلاق بخوره. بنابراین اون عزت و جایگاهی که رب به ما داده، ما نباید خودمون پایینش بیاریم، هم دیگر را هر چی میگیم بگیم. نه، مؤمن عزت داره، جایگاه داره، مقام داره، نباید از اون جایگاهش
پایین تر آورده بشه، مگر افرادی که واقعا ارزششون را از دست دادن. و انسان زمانی ارزشش را از دست میده که اول دینش را از دست بده، ایمانش را از دست بده. پس الله میفرماید مگر اینکه توبه بکنند. حکم چهارمین حکم که قبل از جریان افک و قبل از جریان ام المؤمنین عایشه ذکر میشن، 4 حکم. ما اینجا خواندیم که کسی اگر به کسی تهمت بزنه این باید 80 ضربه شلاق بخوره. اما اگر کسی به زن خودش تهمت زد، در حکم 4 این بحث می آید. بعضی افراد به زنان خودشون مشکوک میشن. یکی مشکوکیت، یکی تهمته. تهمت اینه که برای بقیه مطرح میکنه، به برادرش میگه، به پدرش میگه. خب اینه باید ثابت کنه. ثابت نکنه، برای این مثل اون گروه ضرب شلاق نیست، چون که این در واقع به این زن که تهمت میزنه به خودش هم داره میگه، چون زن خودش هست، ناموس خودش هست. بنابراین در یک صورت ضرب شلاق برای این هست که در وسط این اجرای حکم جدید این بگه که نه من اشتباه کردم، من بیجا گفتم. اون وقت ضرب شلاقش میزنه، حد تهمت و حد قذفش میزنند. اما اگر برنگشت، مثلا زن فرزندی آورده میگه این فرزند مال من نیست، یا اینکه به زنش را متهم میکنه با کسی دیگر العیاذ بالله، خب در این صورت این خودش که 4 گواه ندارد، به جای 4 گواه 4 بار شهادت بده. به جای 4 گواه 4 بار شهادت بده. و بر این هم اکتفا و بسنده نمیشه، بار 5 بر خود لعنت بفرسته که اگر دروغگو باشد. الله می فرماید والذین یرمون ازواجهم، آنانی که متهم می کنند همسران خودشان را، ولم یکن لهم شهداء، برای آنان گواه نیست، گواه ندارند، الا انفسهم، مگر خودشان. میگن ما دیدیم. فشهادت احدهم 4 شهادات بالله، شهادت یکی از آنها 4 بار شهادت به خدا که انه لمن الصادقین. شهادت بده برای چی؟ برای اینکه من صادقم. مثلا بگه اشهد بالله انی لمن الصادقین، من برای خدا گواهی میدم. این اشهد بالله خودش یک نوع قسمی هست، سوگندی هست. من برای خدا گواه میدم که من راست میگم درباره این زن. 4 بار اینطور بگه. این 4 بار که گفت قائم مقام اون 4 شاهد میشه. والخامسة ان لعنت الله علیه، بار 5 بگه لعنت خدا بر او باد، به خودش بگه. ان کان من الکاذبین، اگر دروغگو هست، اگر من دروغ میگم لعنت خدا بر من باد، اینطور بگه. خب اینه که گفت آیت زنا ثابت میشه؟ نه خیر، بعد از اون نوبت زن میرسه، چون اینجا یک طرفه نمیشه دیگه. شاید عداوتی داره، باش مشکل داره. الان نوبت زن هست. زن 4 بار بیاد شهادت بده، مثل او سوگند بخورد که این مرد دروغ میگه. 4 بار بگه و یدرأ عنها العذاب. خب بعد از اینکه 5 بار به اصطلاح سوگند خورد، 4 بار گفت که من صادقم، بار 5 گفت اگر کاذب باشم بر من لعنت باد. خب باید بر زن حد جاری بشه. اما الله می فرماید و یدرأ عنها العذاب، دفع میشه از آن زن عذاب، یعنی حد خدا، کیفر. در چه صورتی؟ در این صورت که ان تشهد 4 شهادات بالله، 4 بار شهادت بده، گواهی بده که انه لمن الکاذبین، این شوهر از دروغگویان است، این بر من تهمت میگه، این بر من دروغ گفت. 4 بار بگه. و بار 5 والخامسة ان غضب الله علیها، بار 5 بگه غضب خدا، خشم خدا بر من زن باد. ان کان من الصادقین، اگر شوهرم راست میگه، اگر این مرد راست میگه
بر من غضب خدا باد. اینجور قسم بخوره. اون وقت این زن را حد زنا نمیزنند، این را یعنی رجم نمی کنند، سنگسار نمی کنند، فقط خود به خود بینشان چی میشه؟ جدایی میفته، دیگه زن شوهری قطع میشه. با این لعان، این را در اصطلاح شریعت میگن لعان، لعنت فرستادن. زن لعنت نگفت، غضب گفت. مفسرین نکته اینجا نوشتند والله اعلم فرق غضب الله علیه و لعنت الله علیه. تقریبا غضب و لعنت با هم نزدیکند، اما زنان از کلمه لعن میگه نمیترسند، چون که معمولا به هم دیگه لعنت میفرستند. او میگه لعنت بر تو، او میگه نفرین بر تو. لذا این بینشان عادت شده. وقتی که عادت شده حراسی از این کلمه ندارند. کلمه ای را الله انتخاب کرد که بلرزه بدنشون. غضب الله علیه، غضب و خشم و قهر خدا، معنیش اینه. خب از این میترسه. اگر خدای نکرده مقصر باشه دیگه عقب نشینی میکنه. پس اگر زن در این میان قسم نخورد اون را حد میزنند. اگر این قسم ها را خورد، خب زن چی؟ زن اون وقت تبرئه میشه، اما بین زن و شوهر تفریق و جدایی واقع میشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. خدای عزوجل اشاره میکند به جریانی که برای ام المؤمنین عایشه صدیقه مردم درست کردند. قبل از اون الله میفرماید من خدا بر شما فضل کردم. اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت خدا بر شما نبود، نگفته خدا چی میشد. اما این جمله را در همین رکوع 4 بار خدا تکرار کرده، در همین واقع افک. ولولا فضل الله علیکم و رحمته 4 بار ذکر کرده. این جمله را در 2 جا جزا را ذکر نکرده، در 2 جا جزا را ذکر کرده. مفسرین میفرمایند بار اول ذکر نکرده، بار دوم ذکر کرده، بار سوم هکذا ذکر کرده، بار 4م ذکر نکرده. خب برای این بار اول همون جزایی که در بار دوم ذکر کرده اون میاد. بار دوم وقتی که خدا میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، همین صفحه 2-3 آیه پایینتر اونجا میاد که لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم. اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود در این کاری که شما انجام دادید، اشتباهی که شما انجام دادید، به شما عذاب عظیم میرسید. اما خدا بر شما لطف کرد، شما را به عذاب عظیم گرفتار نکرد. پس خدا بر شما لطف کرد. اما اصل جریان چی بود درباره شأن نزول این آیات؟ گرچه شما جریان افک را شنیدید، واقعه تهمت بر ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را شنیدید، اما من بعضی از جزئیات را که در احادیث شریف آمده و در تفسیرها آمده خدمت شما عرض می کنم و شما بیشتر بدونید که هدف اصلی چی بود، ماجرای اصلی چی بود. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها خودش تعریف میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که به غزوه میرفت، به جهاد میرفت، یکی از همسران را با خودش به قید قرعه میبرد. در سال 5 هجری، در سال 5 هجری به طرف غزوه بنی مستلق رفت. غزوه بنی مستلق در سال 5 هجری اتفاق افتاد. من اینو میخواستم خدمت شما عرض کنم. اول شما ببینید سن عایشه را در این سال. ما در روایت ها داریم سالی که رسول الله وفات کرد، یعنی سال 10 هجری،
سن عایشه رضی الله عنها 18 سال بود. پس 5 سال قبل از اون عایشه چند ساله بوده؟ 13 ساله بوده. بعضی ها نوشتن 14 ساله بوده. لذا یا 13 سال یک دخترکی، همه ما دختر داریم، در سن 13 سالگی و 14 سالگی چه میفهمه؟ چنانچه بعداً در رابطه با عایشه بعضی زنانی که باش مراوده داشتن، رفت و آمد داشتن، اونها همین گفتن که این از این مسائل هیچی نمیفهمه. لذا عایشه را رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه بردند و معمولا منافقین در غزواتی که اونجا میدونستن فتح و پیروزی هست، در اون غزوات همراه میشدند. در غزوات مثل تبوک که سخت بود و مشکلات بود، در اون غزوات همراهی نمی کردند. غزوه بنی مصطلق که قوم بنی مصطلق خیانت کرده بود و احتمال قوی بود که اونجا موفقیت و پیروزی به دست بیاد و غنیمت های زیاد، چنانچه شد. اینجا همه منافقین همراه بودند، رئیس منافقان در رأس بود. لذا رفتند. در برگشتن ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که جای اعلام کردند، اعلام استراحت کردند و اعلام توقف بود برای وضوع چیزی. عایشه رضی الله عنها می فرماید که من به وقت سحر از اون هودج، کجاوه به اصطلاح، کجاوهی که روی شتر گذاشته بود، این زمان حجاب نازل شده بود. حجاب را بعضی میگن سال 4 هجری نازل شد، بعضی میگن همین 5 حجاب نازل شده بود. میگه من از اون هودج آمدم، بیرون آمدم و برای نیازم، قضای حاجت رفتم، بیرون رفتم. اونجا که رفتم بعد از اون برگشتم. اینجا که برگشتم هنوز کاروان اینجا بود، ولی احساس کردم گردنبندم نیست. نگاه کردم دیدم گردنبند با من نیست. برگشتم، گفتم برم همون جا شاید باشد. اونجا رفتم جایی که بیابان رفته بودم، گشتم اطراف را، هرچی گشتم گردنبند را پیدا نکردم. معطل شدم، پریشان شدم. برگشتم، اینجا که آمدم پریشانی 2 برابر شد. دیدم که کاروان رفته، هیچ که نیست. اون زمان زنها وزنی نداشتند، زنها چیزی نمیخوردند، چیزی برای خوردن نبود. لذا اون کسی که هودج را حمل کرده بود، بر شتر گذاشته بود، فکر کرده بود که عایشه تو هودج است، تو کجاوه است، گذاشته بود روی شتر و در حالی که عایشه نبود. اینجا وقتی که آمدم، اتفاقا همین جایی که شتر خوابیده بود، در همین جا گردنبند را پیدا کردم. تازه وقتی که میخواستم برم همین جا افتاده بود، من خبر نداشتم. به هر حال قضای الهی بود که این اتفاق بیفته. میفرماید میخواستم پشت سرشون حرکت کنم، آخر به یادم آمد، این به ذهنم آمد که حتما رسول الله صلی الله علیه وسلم در منزل دیگه که بخوان استراحت کنم ببینم من نیستم، دنبالم میفرستن، اینطور که من برم گم میشم، نمیدونم کدوم سمت رفتند. عاقله بود، همون جایی که بود همون جا نشست تا اینکه شب تمام شد. در همون بیابان تک و تنها، وقت سحر بود و نزدیک صبح بود. میگه خوابم برد، همونطور که سرم را گذاشته بودم روی زمین خواب رفتم. صحابی دیگری که پشت سر بود، حضرت صفوان ابن معطل یا ابن معطل، اون مأموریتش این بود که پشت سر کاروان چند فرسخ پشت سر بیاد که اگر کسی از کسی وسایل اسبابی یا کسی مریض میشه، شترش مریض میشه، او بیاد و ببینه جمع کنه. لذا میگه صفوان آمد، اون زمانی که آمد من خواب بودم و پرده نداشتم، منظور چهرم
ظاهر بود، از چهره هم میگه در زمان قبل از حجاب منو دیده بود، میشناخت. به محض اینکه مرا دید این وقت روز شده بود، روشن شده بود، گفت انا لله و انا الیه راجعون. و انا لله خواند که همسر پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم اینجا مونده. میگه به محض اینکه انا لله گفت من سرم را بلند کردم، فوراً حجاب کردم و سوگند خورد عایشه رضی الله تعالی عنها به غیر از این یک کلمه دیگه چیزی نه او گفت نه من گفت. شترش را خواباند، من هم رفتم تو هودج شترش، سوار شدم، شتر را برداشت و رفت. اونجا قبل از ظهر ما به کاروان رسیدیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که دیده که عایشه نیست پریشان شده بود و ما هم همین زمان رسیدیم. وقتی که این زمان رسیدیم دیگه یه سوژه‌ای شد برای منافقین. عبدالله ابن ابی شروع کرد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و حریم رسول الله و اهل بیت رسول الله تهمت زد، توهین کرد و در میان همه پخش کرد و گروهی از منافقین باش هم صدا شدند و بعضی از مؤمنین. عایشه رضی الله تعالی عنها که خبر نداشت، میگه من خبر نداشتم، اونها با خودشون هرچی بودن گفتند و آن حضرت پریشان شد، نگران شد. خلاصه مسیر را ادامه دادند تا اینکه به مدینه رفتند. 3 نفر از مسلمانان هم فریب خوردند. حضرت حسان رضی الله تعالی عنه که شاعر رسول الله است، حسان ابن ثابت. یکی حضرت مصطح بن اثاثه. مصطح مادرش عمه حضرت ابوبکر صدیق بود و خودش پسر عمه بود، یا مادرش دختر عمه ابوبکر بود، لذا خویشاوندی نزدیک با ابوبکر داشت و گویا یا عموی حضرت عایشه به حساب می آمد یا اینکه پسر عمه حضرت عایشه بود. این دو. سوم حضرت حمنه بنت جحش، یکی از زنان هست که خواهرش زینب بنت جحش. زینب بنت جحش از همسران رسول الله هست، از امهات مؤمنین است. خواهر این ام المؤمنین حمنه بنت جحش هم اینا فریب خورده. اینا هم هر جا می گفتند که عایشه العیاذ بالله مرتکب شده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار پریشان شد و نمیدانست چی کار بکند. منتظر وحی الهی بود، وحی هم نیامد. یه روزی از صحابه نظر خواهی کرد. از بسیاری از صحابه که ذکر بعضی مثل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، سیدنا علی و ام ایمن که یکی از زنان بود، نظرات اینها در روایت ها آمده. از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وقتی که پرسید، سیدنا علی نمیدونست، لذا گفت یا رسول الله من نظر نمیدهم، نمیدونم، ولی برای شما زن کم نیست، زن دیگه عقد کنید، اگر دلتون نمیاد اینجا یه زن دیگه عقد کنید. مشوره برای زن دیگه داد. اما وقتی که نوبت به عمر رضی الله تعالی عنه رسید، عمر بیدرنگ گفت سبحانك هذا بهتان عظیم، که میگویند یکی از آیاتی که از موافقات عمر است همینه. الله عزوجل با همون کلمات نازل کرد سبحانك هذا بهتان عظیم، این بهتان عظیمی هست. اما علی کرم الله وجهه گفت من نمیدانم، شما از ام ایمن بپرسید که همیشه باش هست، زنان با هم هستند، او میداند. وقتی که از ام ایمن پرسیدند، ام ایمن گفت یا رسول الله من چیز دیگه در این نمیدونم، فقط میدونم که این از این مسائل هیچ نمیداند و اینقدر ساده هست که گاهی آرد را درست میکند،
و خمیر میکند، میخواد نان درست کند، همینجا خوابش میاد، خواب میره و بزی گوسفند چیزی میاد این آرد را میخورد. اینقدر مغفل هست، بیخبر است. لذا این چطور میتواند این کار باشد؟ لذا صحابه هر یکی نظری دادند و عایشه رضی الله تعالی عنها میگه ما که برگشتیم مریض شدم، مریض بودم، خبر نداره، اما به خاطر همین سفر و بدی آب و هوا مقدار میگه بدنم تب شد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر روز می آمد و آن حضرت فقط سلام می گفت، احوال من را می پرسید. رسول الله می دونست من مریضم، اما می دیدم بسیار سنگین. اون محبت هر وقت نیست، اون احوال پرسی همیشگی نیست. فقط می آمد گفت چطوری شما؟ گفتم که مریضم یا خوبم یا نه نیستم، بر می گشت دیگه هیچ. من میگه در دلم آمد که چرا رسول الله اینقدر به من بیمهر شده، من مریضم، از من دلجویی نمی کند. لذا ام المؤمنین عایشه می فرماید تا اینکه یک روزی من و مادر مستح که عمش به حساب میاد در خانه من بود، مریض بودم، او مرا تیمارداری میکرد، همراهی میکرد، برای قضای حاجت بیرون رفتیم. وقتی که رفتیم بیرون بیابان، شب بود، مادر مستح میخواست بیفته، پاش گیر کرد، گفت تعیس مستح، مستح بمیره، مستح هلاک باد. من ناراحت شدم که به صحابی رسول الله اینطور میگه، بی خبر از اینکه این صحابی چیکار کرده. گفتم این از اهل بدر است، تو به این داری میگه تعیس مستح. گفت عجب، تو خبر نداری مستح چه کار کرده؟ گفتم نه خبر ندارم. بعد مادر مستح متوجه شد من بی خبرم. قبلا شاید فکر میکرد این مریضه به خاطر همین جریان تهمت. میگه به من گفت که این مستح با گروهی از منافقین هم صدا و هم زبان شده، بر علیه تو چنین تهمتی درست کردن. سبحان الله. میگه من مریضیم چند برابر شد. عایشه میگه من رفتم خونه، منتظر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدم. صبح که رسول الله طبق عادت و معمول آمد، میگه شب تا صبح گریه کردم، خواب نرفتم، آرامش نداشتم. رسول الله که آمد احوال پرسی کرد، گفتم یا رسول الله به من اجازه میدهی پیش پدر و مادرم بروم؟ گفت برو. اجازه داد. میگه من رفتم پیش پدر و مادرم، اونجا رفتم دیدم پدر و مادرم هم ماتم زده هستند، تو خونه هر یکی گوشه ای هست. گفتم شما خبر داشتید؟ گفت بله ما خبر داشتیم. من تازه خبردار شدم و گریه کردم. مادرم به من تسلی داد، گفت نگران نباش، هر زنی که هم باغ داشته باشه، هوو داشته باشه، برایش این مشکلات هست. معمولا زنها برای هم دیگه این نوع تهمت ها بالخصوص هووها درست میکنند. ولی عایشه میگه نه من ناراحت بودم، چند وقت میگه پیش پدر و مادرم ماندم، شب روز کارم گریه بود، نه غذا میخوردم نه لب به آب میزدم، به غیر از گریه چیزی نمیکردم. و پدر و مادرم میگه منو تسلی میدادند، نگران نباش. گفتم نه این مسئله کوچیکی نیست. تا اینکه چند روز گذشت، از کل جریان یک ماه گذشت. یک روزی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هر حال نتیجه نگرفت. رسول الله مونده بود که چیکار بکنه. آمد اینجا، آمد پدرم هم نشسته بود، مادرم هم نشسته بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خطاب کرد مرا، گفت عایشه حقیقتش را بگو، اگر واقعا مرتکب این کار شدی، عذاب دنیا از عذاب خدا آسان تر است، و اگر نه مرتکب این کار نشدی، خب خدا خودش برایت فرجی میاره. عایشه میگه موندم که رسول الله دار این کلمات را به من میگه.
من به پدرم گفتم، پدر جوابش را بده. پدر عالم الغیب نبود، خبر نداشت. پدر گفت من چه جوابی بدم؟ به مادرم گفتم مادر تو جواب بده. مادرم جواب نداد، گفت که منم کاری نمیتونم بکنم. ام المؤمنین عایشه میگه من این کلمات را گفتم. این کلمات در حدیث شریف آمده. گفتم والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث. سوگند به خدا من تازه متوجه شدم که شما این حدیث را، این سخن را شنیدید. حتی استقر فی انفسکم، حتی در دل شما این نشسته، شما باورش کردید. و صدقتم به، شما که از من این سوالات را میکنی حتما تایید میکنید، تصدیق میکنید. الان من چی کار بکنم؟ ولا این قلت انی بریئتون، اگر من بگم که من بری هستم، من پاکم، والله یعلم انی بریئتون، خدا که میدونه من پاکم، من بریم، ولی لا تصدقونی، شما باور نمی کنید، شما مرا تصدیق نمی کنید، شما تایید نمی کنید. ولا این اعترفت لکم بامر، اگر من اعتراف بکنم به کاری که من نکردم ولی به دروغ اعتراف بکنم، والله یعلم انی منه بریئه، و خدا میداند از اون کار من بریم، من پاکم، من بدورم، ولی لتصدقونی، به دروغ اعتراف کنم شما تصدیق میکنید. چیکار بکنم؟ نمیدونم چه بگم. در آخر گفتم والله لا اجد لی و لکم مثلا، سوگند به خدا برای خودم و برای شما نمونه دیگه نمیابم، الا کما قال ابو یوسف. میگه میخواستم بگم یعقوب، هر چه فکر کردم از بس ناراحت بودم اسم حضرت یعقوب فراموش شد. گفتم الا کما قال ابو یوسف، مگر من همون میگم که پدر یوسف گفت. پدر یوسف وقتی که در آماج مشکلات و مصائب و غم و حزن قرار گرفت چی گفت؟ فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. گفت من صبر جمیل میکنم به درگاه الله، من بیشتر از اون دیگه چیزی نمیگم، فقط صبر میکنم و از الله استعانت میخوام، از الله کمک میگیرم. میگه من این را گفتم و به گریه افتادم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لحظاتی همین جا نشست در همین جلسه، میگه دیدم چهره رسول الله متغیر شد، چهرهش قرمز شد. همیشه وقتی که وحی می آمد احساس سنگینی می شد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک حالت خاصی، پیشانی مبارک عرق می کرد. عایشه میگه من فکر نمی کردم، انتظار داشتم از خدایم که به پیغمبرش بگه که این زن پاک. فکر نمی کردم آیاتی نازل بشه، این انتظار را نداشتم، این توقع را نداشتم. آیاتی نازل بشه که در اون آیات پاکی من، عفت من چنین بیان بشه. میگه آن حضرت صلی الله علیه و سلم در همین حالت ماند و من گریه می کردم. پدر و مادرم هم نمیدونستن چی کار بکنند و مرا تسلی می دادن. دیدم بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ابشری یا عایشه اما الله فقد ابرأک، مجده باد تو را ای عایشه، خوشخبری برای تو، الله عزوجل تو را براءت تو را اعلام کرد، پاکی تو را اعلام کرد. این آیات که 16 آیه یا 18 آیه گفتند این آیات برای پاکی عایشه رضی الله عنها نازل شد. بعد از اینکه این آیات نازل شد مادرم گفت بلند شو، دستان رسول الله را ببوس، از رسول الله تقدیر کن، تشکر کن. من ناراحت شدم. من گفتم نه از رسول الله تشکر میکنم، نه از پدرم تشکر میکنم، نه از تو مادر، من از هیچ کس از شما تشکر نمی کنم. شما چه کاری برای من کردید؟
در این لحظات سخت شما چه مشکلی را از من حل کردید؟ من میرم تشکر میکنم از اون خدایم، از اون ربم که پاکی و عفت من را او بیان کرد و او بر من رحم کرد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل